داستان مادری خراب که هیچ مکانیکی تعمیر آن را گردن نمیگیرد. وقتی زحمات ژابی و کل تیم تا ناموس در اقیانوس حاشیه‌هایش غرق شد. یک دلقک ولدالزنا که سر تا پایش 1 یورو نمیارزد دستمزد 30 میلیون یوروی CR7 را مطالبه کرده و برای تمدید ناز می‌کند. عده بسیار اندکی از طرفداران رئال مادرید که موجودات وینیفن و پرسفن نام دارند از نعمت بینایی محرومند و فوتبال را با هواکش باسن خود تماشا می‌کنند. بهتر از آنها را با مقعد خود تنها بگذارید. به سراغ ابله دیگر برویم. از آن شیخ مستحکم 2024 تنها یک چشمچران باقی مانده که به جای دفاع در حال اجرای پوزیشن‌های نامعلوم روی بازیکنان سفید و بلند است. روز مادر را به والده محترم این بزرگواران سخت و غیر صمیمانه تبریک می‌گوییم. ایران اینتر خشخاش، فانتوم نیوز.